شوروم منصوری توی دبی اومدیم. من حرفی نمیزنم، فقط ماشینا رو نگاه کنید و دیزاینا رو. اکثرا دارای فیبر کربن و کاور نیست، اینا جنس واقعی خود بدنه هست و چرمای با کیفیت. این یه رولز رویس بود. اینجا یه دونه جی کلاس 6x6 داریم. اینجا یه رولز رویس دیگه. اونجا یه دونه بنتلی داریم که حالا بریم نمای جلوش هم بگیریم. اینم یه بنتلی. و حالا از این ور میایم، این ور یه رنج روور و لامبورگینی. فقط شما ظرافت کار رو نگاه کن. داخلش هم حتی داخل موتورم کاستوم شده. اینا هم یوتیوبر هلندی هن. دوباره یه رولز رویس، یه دیفندر و 3 تا فراری که حالا این وسط هست. حالا این دوتا هم که جی کلاسه. طراحی داخلش هم بذارید نشونتون بدم. سخنی ندارم واقعا. این برم که اکسسوریس منصوریه، مثل کیف پولا، خودکار، جا کلیدی، روان‌نویس، ساعت و این برم که باز فراریه که حالا رنگای داخلش این مدل پی 830 با این رنگ داخل کابین. و این بری هم که به این شکل. این هم که جواهر اونجاست.